این حزب دموکرات کردستان از عمر منم یه سال عمرش بیشتره. خب اینا تجاربشون جمع کردن دیگه. اینا که به اصطلاح کادرای مهمشون و نمیدونم رهبریشون، اینا افراد با تجربه سیاسی هستند. ببین اون قاسملو یک چهره‌ای بود که انترناسیونال سوسیال دموکرات های دنیا که مثلا آدمای غول‌های تفکر و سیاست درش بودن، مثل ویلی براند، مثل فرانسوا میتران رئیس جمهور، قاسملو رو یک کسی میدونستن که در مسائل ایران، در مسائل جهانی همیشه باش مشورت کردن. قاسملو به قول معروف یکی از این آلمانی‌ها که باش رابطه داشت، وزیرم بود در کابینه ویلی براند، بود یه نابغه سیاسی بود، بسیار هم با سوادی بود، اصلا یک استراتژیست بود. خب این احزاب، ما ایرانی ها بالاخره بعضیامون هم آدمای باهوشی هستیم. خب وقتی میگیم بعضیامون آدمای باهوش هستیم، یعنی کردا هم بعضیاشون آدمای باهوشی ان دیگه. منظورم هوش غیر متعارف ها، هوش خیلی سطح بالا. لذا اینا نشستن دارن حرف میزنن و هم دیگه فکر میکنن و طبیعتا متناسب با شرایط خودشون عمل خواهند کرد. ببین در طول این 48 سال که این جمهوری اسلامی، احزاب گوناگون به خصوص چپ ها شکست های عظیم خوردن و اعتبار سیاسی رابطهشون رو به پایگاه های بالقوهشون قطع شد. در مورد احزاب کرد، اینا شکست نظامی خوردن وقتی خمینی فرمان جهاد داد و اینا، اما اعتبار سیاسیشون از بین نرفت. پایگاه های بالقوهشون، یعنی مردم، به اونها اعتماد دارن. حالا من نمیگم همه مردم ها، ولی به اندازه کافی وقتی اعلامی میدن اعتصاب کنید، اعتصاب میشه دیگه. حالا همه مغازه ها نمیبندن ولی اکثر مغازه ها بستن، فیلم ها دیدیم دیگه. این یعنی چی؟ یعنی اون ارتباط ارگانیکشون، مرجعیتشون در میان یه بخش مهمی از هوادارانشون حفظ شده.